سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که هر وقتی که اذان شنویدی بعد ای مؤذن باید تکرار کنی. اذان گوش کردنش واجبه. امروز اذان میتن از او هیچ که احترام نداره. فضیلت اذان میگه که گوش کردن و جواب دادن و تکرار کردن بعد از مؤذن و دعا کردن بعد از اذان. امروز متاسفانه جوانان با تلفن مشغولن. اول در سالهای قدیم اذان میشنویدن، مردم می نشستن گوش میکردن، احترام اذان بود. در یک قصه خواندم بود که یک زنی زبیده، خیلی زنی سخاوتمند و دستکشاد بود که در مکه زندگی میکرد. هر سال که حجاج برای طواف خانه خدا میرفتن، حج میرفتن، زبیده بر آنها خیر احسان میکرد. آب میکشانید که آنها را تشنن، آنها را می نوشانید که سیر شود. اینقدر عملای نیکی انجام میدادن. بعد از وفاتش برادرش زبیده را در خواب دید که در بهترین جایگاه قرار گرفته است و در نزد خانه‌اش در جنت یک نهر جاریه که اینقدر آبی و از شیرم و عسلم و از آب صافتر و شیرین‌تر. و پرسید که زبیده خوش به حالت که بر حجاج آب میکشاندی، خیر احسان میکردی، خدمت حجاج میکردی، امروز خداوند را در بهترین جایگاه قرار داده است. زبیده گفت نه. خداوند تبارک و تعالی گفت ای زبیده، میدونی از کدام عملت خوشم آمد که امروز تو را به این جایگاه قرار دادم؟ زبیده گفت نه، نمیدونم پروردگار. خداوند در جواب گفت که یک روز با لذت غذا میخوردی، لقمه میبرداشتی، در هر یک لقمه بسم الله الرحمن الرحیم میگفتی. یک دفعه که مؤذن اذان داد و از که صدای الله اکبر را شنیدی، لقمت در جا گذاشتی و روسریت درست کردی و بعد از مؤذن تکرار میکردی. از همین عملت خوشم آمد، امروز تو را جایگاه جنت الفردوس قرار دادم. پس عزیزان من، احترام اذان بدانیم. ببینین که زبیده رحمه الله چقدر احترام اذان و احترام کلمه الله را دانست. خودش جمع و گیر کرد، لقمه‌ش ماند، رومالش درست کرد. خداوند از او خوشش آمد. متاسفانه شما احترام اذان ندارین. امروز در سالهای پیش اذان میشنویدن، مردم می نشستن، راه رفته سه باشند می نشستن که اذان گوش کنیم که کلمه الله صدا زده شه. پس عزیزان من، دعا کنید خداوند کریم ما را عامل به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگرداند.